و بیادار وقتی را که پروردگارت به فرشتگان گفت بیگمان من انسان را از گل آوازدهنده بدبوی متغیر آفریننده ام. پس چون پیکر او را راست کردم و در آن از روح خود دمیدم، پس به او سجده کنان بیفتید. پس همه فرشتگان یک جایی سجده کردند جز ابلیس که ابا ورزید از آن که با سجده کنندگان باشد. خداوند گفت ای ابلیس، دلیل تو چیست که با سجده کنندگان نمی باشی؟ گفت من هرگز حاضر نیستم بشری را سجده کنم که او را از گل آوازدهنده بدبوی متغیر آفریده ای. خداوند گفت از آنجا بیرون شو، زیرا تو رانده شده ای و بیگمان تا روز قیامت بر تو لعنت است. گفت ای پروردگار من، پس مرا تا روزی که مردگان برانگیخته شوند مهلت ده. خداوند گفت پس بیگمان تو از جمله مهلت یافتگانی تا روز وقت مقرر شده، یعنی قیامت. گفت ای پروردگار من، به سبب آنکه مرا گمراه کردی بیگمان من نعمتهای روی زمین را بر ایشان زیب و زینت می دهم و بیگمان همه ایشان را گمراه می سازم مگر بندگان مخلص تو از ایشان.